امام غزالی گفته در پیش چند چیز خم میشه و شما به خبری آبروتون ای عرش بالا میبرن. گفته چیه؟ گفته یک تا دستی اوتر موچه کردن ای در نظرتون کاری اندک میتوه لیکن ای عرش بالا میبرتون ای کار. بعضی آدما را نگاه میکنی گفته دست علما میبوسن، دست استاد میبوسن، بسیار آدم بالا میبره. با بعضی کارهای هست که آدم به خاک یکسان میکنه. میان به حرمتی پدر و مادر میکنی یک عمر تناسوری مردمی میکشه آدم پس میکنه. برای همین ای مجلس و فیض میگیریم. ما آدم از آدم فیض میگیره. صحابه روایت میکنه که من در اسب سوار شدن دلم هوایی میگرفت. پیغمبر خدا ای بازار یک اسب خریدن و در من دادن. گفتن که این سوار شو میریم. بعد گفتم که فرستاده خدا من همین اسب سوار میشم دلم میشوره. من هیچ سوار شدن نمیتونم در اسب. من نمیتونم همین کارا کرده. حدیث امام مسلم روایت میکنه میگه جناب پیغمبرم پنجهشون هم که کردن دم بالا قفس سینه میگه مونده نمیتا. همین اجی خدان کم تر ایستادن. گفتن که قسم به نام خدا گفتن با همین اسبا گفتن من ارمیه و لشکرای فارس شکست دادم دیگه دلم نشورید از فیض یک قپیدن پیامبر اکرم. ای صحبتامون فیض میگیریم. آدمای آدم فیض میگیرن. ای صحبتا صدها رمیده در رحم درویا. صدها به نماز میشوه. منبر مسجد محراب این مجلسا کاری بد نداره به خدا. آدمای رمیده را در رحم دروره. آدمای به معنی را در رحم دروره. آدمای به خدا را به خدا میرسونه. این بسیار کاری بزرگه. یک روز میشوه که حسرت میبیو، یک روز میشوه ندامت میبیو، او روز دیر میشوه. برای همین چیزی هم باشه نباشه همیشه در صحبت علما باشه. علما وارث رسولن. دین ما ای همیو میفهمیم. دین ما از همینو میدونیم. حدیث ابو رافع بوده که روز قیامت بنده را به سوی دوزخ میبردن از روی اعمالش حساب میکردن بنده های اهل ایمان. بعد از او ملائکه های موکل به می بردن میپرسیدن که اخلا یگان بار یگان مرتبه در صحبت یگان علما نشیشتی یگان بار؟ میگفتن نه. میگفته یگان علما را دوست هم نگرفتی خط شیشته باشی؟ میگفتن نه. میگفته یگان جورت فکر که یگان دوست فکر که صدیق فکر که. حدیث را که ابو رافع روایت میکنه از رسول اکرم همو دوستدار علما نبود فکر میکنه. میگفته بله یا دوستون بود که دوی همنشین شما بود. میگفته بیاری امر نامش میگرفتم می آوردیم. میگفتم بله. میپرسیدم میگه فلان او بله فلان علما قدیم ما شیشتیم همین قدیم ما میشش ما قصه های همون و معویزه و برکت همون گپ میزدم. میگفته به فیض همون آدم ای دوزخ گردونشه. این میگه به فیض همون آدم و حتی که دوستا شفاعت میکردن با دوستداری علما. حضرت وقتی که فساد در خشکی و در تری آشکار شوه خدا گفته من رزق کم میکنم برکت وقت میگیرم. همین حدیث چخل فهمیده شما از رسول اکرم میگه وقتی پرسیدن شه در همین شرح صحیح مسلم بیاره گفت که فسادی بر و بحر همینه که وقتی دل مردم رسوا شه وقتی زبانش پروردگار برکت رزق میگرفته. من همین روز توبه‌گر کار میکنیم هممون تا سحر کار میکنیم. اکثریت من 10 سال پیش تعریف میکنیم 20 سال پیش تعریف میکنیم. و اذا ظهر الفساد فی البر والبحر وقتی میگه افلاسی در زبان و قلب پیدا میشده پروردگار حتی همون رزق پرنده ها هم کم میکرده به نحسه میودمو. پروردگار همون رزق مور و ملخ کم میکرده. برکتی وقت میگرفته. باور کنی ماها رنگ هفته گذشته است. نیم ساعت پس برای ما جمعه آمده است. اون نمیفهمیم. برای که زبان فساد شد قلب فساد شد. و اذا ظهر الفساد فی البر والبحر صدیق اکبر در بالای منبر بودن میگه سوال دادن حضرت گریه کردن گفتن یک روز میشه که زبان مسلمانو قطعی روحشون به حد فساد میشود به حد زبانو فساد میشود. حتی با در دیگر حدیثی گوهربارشان جناب پیغمبر فرمودند که ان الله تبارک و تعالی یبغض الفاحش البذی. پروردگار آدمی بد زبان دشمن گرفته بوده. بد زبانو دشمن خدا بودیم. برای همین زبانوی بد فعلی بد نیتی بد رزق مور و مار و ملخ کم میکرد از زمین. چون اینقدر زمانوی 50 سال پیش تعریف میکنن که زمینو حاصل داشت کیسه ها فیض داشت دسترخوانو به معنی بود اما موسفیدای جانمه برآمدن همون قدر کارهای خوب میکردن برای که زبانو تازه بود قلبو تازه بود. این وابستگی همینه. هر چیزی را که قرآن ما و سنت ما میگه اگر او را دشمنای ما هم گیرن عمل کنن که کارشون پیش میروه.
این خیلی گمان نکنیم که این فقط مولی ما مسلمان های. برای همین هر یک انسان مقصد ای شیشتنامون در همین مجلسا، مقصد ای صحبت همون در این مجلسا، گوش کردن گپ علما در این مجلسا، کوشش کنیم که هر یک تمام یک عمل رذیله مونو بس کنیم. هر یک مقصد همین ای، مقصد همینه که یک زبان مون و یک قلب مون و یک کمبوتی مون روز کنیم، یک کمبوتی مون روز کنیم. زیرا که قرآن در خداوند آدم ضعیف گفته، خداوند در قرآن آدم ضعیف گفته، در آیه پس می اومدگی جهولش گفته. چگونه که حضرت خواجه انصاری هم میگه که الهی پروردگارا، اگر رحمتی تو نباشه، اگر بخششی تو نباشه، تو ما را نبخشی، تو ما را رحمت نکنی، تو ما را عفو نکنی، خودت ما را ضعیف گفتی. آخی ما ضعیفیم یا او بی همی ضعیف خلق شدیم. اگر تو ما را تعلیم نتی، دانایی نتی، بینایی نتی، زیرکی نتی، خودت ما را نادان گفتی، جهول گفتی. ما در بین ضعیفی و جاهلیم. اگر تو دستمون نگیری ما هیچیم. هر کسی به توفیق، هر کسی از هدایت دوره، هر کسی ای مجلسات دوره، به کسب خودش دوره، خودش نخواسته نمینه. هر کسی می بیام میشینه بزانو میزنه گوش میکنه، ایرا نغزانه که به کسب انتخاب کردگی خودش بگه ثوابشو میگیره. یک چند طایفه آدمو شفاعت میکنن، یک تاش علمای ربانی هم یا شفاعت میکنن. این مجلس ها مجلس عادیه در نظر ما، لیکن به نهایت فیضش بلنده. همین روز 1000 گو اگر در دنیا همین شهر اگر هزارها گو کشته شوند، یگان تی ایره به یک اندک گوسفند روز قربانی برابر نکنه، خون قربانی پیش خدا میره. این میمونی همین میکشی در زمین میریزه پیش خدا میره. یگان خون بوی مشک عنبر نمیکنه. رسول اکرم گفتن که بوی خون قربانی بوی مشک عنبر میکنه. حتی میگه یا حمیرا و ای عایشه تستر بیا این مال قربانی را قبل. تو خبر داری که یگان چیز ثوابتر از خون قربانی ندیدم. یعنی که امروز اگر ما در خونمون 10 مال کشیم برای توی و تماشا و خیر خدایی خاندانمون، برابر یک خون قربانی برابر نمیشه. خونه فرق داره برادر، این مجلسا فرق داره. اگر همین روز صدها جماعت داشتیم، جماعتی که در وی دعوت خدا و رسول شوه، این فرق داره، پیش خدا میره. همین روز 10 کاری خیر میکنیم. ام المؤمنین مادرمون روایت میکنه هر باره که حضور نبی کریم یگان پرسنده و سائل و گدا می اومد، حضرت در حال می گفتن که فلان جاده خرما دارم، فلان جاده یک تنگه موندگی، همون را می آورده. میگه جناب پیغمبر میگه در عطر تر میکرد، بعد در همون گداها میداد. همین سنت ام المؤمنین مادرمون در زمانشون میکنن. بعد از اون میپرسیدمشون، میگم من ابن عمر، ایو مادر چی با شما همین وقت صدقه دادن دا نگاهتون میکنه، وقتی همین کارا را کردن دا تنگهاتون در دوخی تر میکنه. میگم ای رسول اکرم فهمیدگیم که هر کسی یک گشنه چیزی میته پیش خدا میره و بون پیش خدا خوشبو روه. برای همین بسیار چیزایی هست پیش خدا میره. این مجلسا پیش خدا میره.